به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. جلسه دهم از سلسله جلسات فلسفه هایدگر رو آغاز می کنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین رسیده بودیم به بحث از امر متعالی و آنچه که از آن به ترانسندنس یا خداوند تعبیر میشه در نظام فلسفی هایدگر. وعده کردم که پس از توضیح تکمیلی آنچه که از مصاحبه مشهور هایدگر با نشریه اشپیگل که هفته پیش به بحث گذاشتیم رو امروز توضیح دادم و تقریر کردم، برویم به سر وقت سهراب سپهری و استفاده‌ای که او از مفهوم هایدگری مواجهه بیواسطه یا پیشا مفهومی با جهان پیرامون کرده است و مفهومی که در تفکر شاعرانه و طریقت شاعری بیشتر برکشیده می شود. به توضیحی که نوبت پیشین مقدماتش رو ذکر کردم و امیدوارم امروز اون رو بتوانیم بسط بیشتری بدهیم. در این حال چون دوستان همچنان در باب حدود و ثغور مفهوم دازاین و نسبتش با درک عرفی ما از انسان یا فاعل شناسا میپرسند، خصوصا با عنایت به بحث هایی که جلسات پیش درباره دازاین اصیل و دازاین غیر اصیل داشته ایم، امیدوارم طی این بحث و پرداختن به قصه meditative thinking یا تفکر مراقبه‌ای به توضیحی که خواهد آمد این مضمون روشن‌تر بشود. این رو هم در پرانتز ذکر کنم که همونطور که درباره این مضامین با دوستان پیشتر هم صحبت کردم و تأکید بر آن ذکرش خالی از لطف نیست، یادمون باشه این مضامین قدری طول میکشه تا در جان آدم بنشینه، یا بسان یک سوسپانسیونی که وقتی شما تکان میدید به هم میخوره، وقتی آرام جایی میگذاریدش، یک شربت و یک سوسپانسیون رو تهنشین میشه و رسوب میکنه. اینها زمان میبره تا در ذهن و ضمیر انسان رسوب بکنه. فقط قصه اندیشیدن به آنها یا یاد گرفتن اونها به تعبیر بهتر نیست. من این تجربه خودم هم بوده. همان روزگاری که انگلستان تحصیل میکردم یادم هست یه برهه‌ای خوب میخواندم برای اینکه درس و مشقم این بود و باید میخواندم و یاد میگرفتم و به جد در اونها تأمل میکردم در خوانده های خودم، اما از جایی به بعد احساس کردم که در وجودم داره ریزش میکنه و تهنشین میشه به تعبیری که عرض کردم. خب لطف خودش رو داره از جایی به بعد و اقتضاعات خودش رو. در این حال درک من اینه، میشه گفت در باب دیگر دیسیپلین ها هم همینطوره. من خب دیسیپلین های دیگر رو تا جایی که مربوط به حوزه کاری میشده دنبال کرده ام، اما از بقیه که خبری ندارم. خب سالها داروسازی هم خوانده ام یا چند سالیست به سایکولوژی و روانشناسی مشاوره‌ای مشغولم. با این دیسیپلین هم آشنام، یا با ادبیات و عرض می شود که عرفان و دین پژوهی. در اونجا هم همینطوره، یعنی قصه ملکه شدن یک امر و مقوله است. اما خصوصا در قیاس با داروسازی که خب سالها من به آن مشتغل بودم، چون این مضامین یعنی مضامین فلسفی ابسترکت و انتزاعیه بیشتر زمان میبره تا آدم با اونها ارتباط برقرار بکنه یا به تعبیر امروزی ها در فضای آیتی کلیک کنه و در ذهن انسان بنشینه. این رو از این جهت عرض میکنم که اگر همچنان ثقیل می نماید یا چنان که باید و انتظار دارید با این مضامین انس نگرفته اید، جای نگرانی نیست. به هر حال قصه انتزاعی زمان میبره تا آدم این مفاهیم رو ببلعه و در زیست جهانش جا بدهد. تجربه زیسته خود من هم بر این مهم دلالت میکنه. البته وقتی که
در جان بنشینه، آدم انگار که از منظری دیگر به پیرامون خود می نگرد. به تعبیر اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. حقیقتا اینطوره، یعنی جان آدم که عوض میشه جهانش هم عوض میشه و به نحو دیگری دنیا رو میبینه، انگار که یه سرمه‌ای بر چشمان کشیده و واقعا به نوع دیگری همین جهان پیرامون رو نظاره میکنه و با آن ارتباط برقرار میکنه. خب امیدوارم تکمله بحث امروز ما در باب امر متعالی و توضیحاتی که هایدگر در باب خدایی که در انتظار او هستیم، یعنی او هست، و به تعبیر بهتر خدایی که باید تمهید مقدمات کرد تا بشود به سر وقت آن رفت، رو بتوانیم بهتر دریابیم و مواجهه او با این امر رو بشکافیم بیشتر. یه نکته ای رو هم قبل از اینکه توضیح بیشتری بدهم در این باب ذکر بکنم، خالی از لطف نیست این توضیحات. ببینید، من نوبت پیشین به الهیات غیبت هم اشاره کردم اگر یادتون باشه، Theology of Absence، و گفتم که به چه معنا در روزگار کنونی از منظر کسانی که قائلند به الهیات غیبت خداوند به محاق رفته است. توضیح دادم، این رو شما در آثار مارتین بوبر می توانید ببینید و برخی دیگر از الهیدانانی که خصوصا پس از جنگ جهانی دوم و ذیل آنچه که از آن به الهیات پساهولاکاستی تعبیر می شود و نوبت پیشین هم گفتم، به این قصه دامن زدن و اون رو توضیح دادن و بست یافت مسئله. چون برخی از عزیزان در فاصله این 2 هفته راجع به آن و نسبتش با هایدگر هم از من سراغ گرفته‌اند، من یه نکته ای رو بد نیست توضیح بدم، هرچند به اختصار هفته پیش گفتم، اما خب مسئله مهمه و قدری انتزاعی، چنان که توضیح دادم احتیاج به توضیح بیشتری داره. ببینید، الهیات غیبت چنان که من میفهمم مشخصاً ذیل ادیان ابراهیمی توضیح داده میشه و قابل توضیح، یعنی خدایی که واجد اوصاف خیر و قدرت و علم مطلق است و روزگاری رو جهان دارد به خود می‌بیند بنابر قائلان به این نگاه الهیاتی که خدا حضور نداره در صحنه، بلکه گویی غیبت کردن رو به کسوف رفتن رو ترجیح داده است. خود این امر رو اختیار کرده. توجه می‌فرمایید؟ اما مدل ادیان ابراهیمیه، ذیل آن بحث تقریر میشه. حالا چه روایتی که بوبر گفته، چه توضیحاتی که دوست گرامی ما آقای آرش نراقی در پاری از آثار خود داده است و تا جایی که من رصد کردم و دیدم، بحث از الهیات غیبت ذیل ادیان ابراهیمیه، بیشتر در کانتکست و سیاق غیر اسلامی طرح شده، در سیاق یهودی مسیحی سر برآورده است و شاید 2 جنگ جهانی اول و دوم، خصوصا جنگ جهانی دوم، از این حیث نقش تأثیرگذاری داشته است. به هر حال شما فرض کنید یهودی باشید، قائل به این باشید که قوم برگزیده خداوندید، که قائل بودند یهودیان. در قرآن هم میدانید به بنی اسرائیل ارجاعی داده شده و ذکری از ایشان رفته است و بعد ببینید این همه مصیبت و بلایا رخ داده است. کرور یهودیان در کوره های آدم سوزی هیتلر سوخته شدند، از میان رفتند، جانشون رو از دست دادند. عرض می شود که کاروبارشون، تمام اون جماعت و کامیونیتیشون به هم خورد و بخواید این رو توضیح بدید که چطور میشه قوم برگزیده خدا چنین اتفاقی برای او رخ بده، چطور خدا این همه شرور رو دید و خم به ابرو نیاورد. ملاحظه میکنید؟ خب مسئله ثقیلی انصافا و به همین سبب هم شاید متفکر و فیلسوفی برخواسته از مکتب فرانکفورت که آدورنو باشه میگفت پس از آشویتس دیگه سرودن شعر معنایی نداره.
اینکه آدورنو میگفت پس از اتفاق آشویتز، فاجعه آشویتز، سرودن شعر معنایی نداره، بر تلخی و سختی دلالت میکنه و از آن یاد میکنه که خب همه رو در چنبره خود گرفتار کرده بود. در بحتی جامعه اروپا و توسط جامعه جهانی فرو رفته بود که این چه شد؟ چرا این بلا سر ما آمد؟ چه خبطی کرده بودیم؟ چطور خدا پسندید این قصه رو؟ یکی از فیلم های تأثیرگذاری در این باب، میدانید ادبیات وسیعی پیدا کرده، فیلم های خیلی خوبی ساخته شده در این میان. من خودم شخصا در میان فیلم های زیادی که طی این سالیان ناظر به جنگ جهانی دوم و خصوصا قصه آشویتز و ارتش نازی دیدم، یکی فیلم فهرست شیندلر رو خیلی پسندیدم، یکی فیلم پیانیست رو که دوستان احتمالاً هر دوی اینها رو دیده باشند، و سومی که پسری با پیژامای راه راه، که این سومی خب صحنه‌های تکان دهنده‌ای دارد که یک افسر نازی که مسئول اردوگاهی است و در کار سوزاندن یهودیان و زندانیان از قضای روزگار و بدور از چشم او، خانه اینها که در کنار اردوگاه قرار گرفته بود، در کنار زندان، پسر خردسال 7-8 ساله او با یکی از زندانیان همسن خود که از پشت فنس همدیگر رو میدیدن دوستی پیدا میکنه. خب این این افسر بلندپایه نازی مسئول اون اردوگاه بود و همسر او هم دائما دعوا که این چه کاری است که تو میکنی. او هم البته انکار میکرد یا توضیح درستی نمیداد که ما در کار سوزاندن یهودیان هستیم. و حالا وقت دوستان رو نگیرم، فیلم رو توانستید ببینید، دیدنی و در جای خود تکان دهنده است که از قضای روزگار انقدر طرح دوستی اونها با هم جلو میره که روزی دعوت میکنه در همون عالم بچگی اون زندانی یهودی ساکن در اردوگاه که اون پسر بپیوندد به ایشان. نمیدانستن چه اتفاقی داره میفته که، و خب چاله‌ای حفر میکنند و چون فنس بوده دور تا دور اردوگاه و اون پسر بچه لباسهای خودش رو در میاره و وارد اردوگاه میشه، لباس زندانیان رو میپوشه و به اتفاق میروند و اونجا گشتی میزنن. همون روزی بوده که کوره های آدم سوزی هم به کار میافتاده و پدر وقتی متوجه میشه که گماشتگان او میبینن لباسهای درآمده او کنار فنسهای اردوگاه رو و دستور میدن که عملیات یا هر چه که بوده متوقف بشه، اما بخشی از جمعیت که سوزانده شده بودند، پسر 8 ساله او هم، پسر 8 ساله افسر نازی هم در اعداد کشتگان بوده است که با نعره‌های جگرشکاف مادر او فیلم تمام می شود. باری این شر مجسم و مجسمه شر که سایه خود رو افکنده بود بر یهودیان توضیحی طلب می کرد. حالا فارغ از این که چقدر این توضیح موجه بوده، به هر حال برخی از الهیدانان چنان که گفتم منکر وجود خدا نشدند، بلکه تأکید کردند که خداوند به کسوف رفته است، به محاق رفته است، غیبت کرده است. حالا به هر سببی ما بد کرده ایم یا خود این گونه تشخیص داده، این اون لب ایده theology of absence که اون روزگار خصوصا کر و فر بیشتری داشت. آنچه که هایدگر ازش تعبیر کرده به خدای غایب از حیثی تفاوت داره با آنچه که گفتم و از حیثی تشابه. چنان که من میفهمم، فقرات رو دوباره براتون میخوانم، هایدگر ذیل تئولوژی و الهیات ادیان ابراهیمی سخنش رو تقریر نمیکنه. مثل بوبر نیست، شباهت‌هایی داره، اما چون خدای ادیان هم از جنس خدای متافیزیکیه، او سراغ نمیگیره خدای متافیزیکی که از جنس موجوده که باید برگرده، بیشتر به سر وقت خدایی میرود یا امر متعالی که وجود پژوهانه است، به توضیحی که نوبت پیشین آوردم، نه موجود پژوهانه. خب و اون
غیبت هم از سنخ خدایی است، از سنخ امر معنوی است که از عالم رخت بربسته. اینجاها هایدگر خیلی نیچه‌ایه. توجه می‌فرمایید؟ حالا چون ما یه دوره پیشتر فلسفه نیچه رو هم بررسیده ایم و با ایده نایلیزم یا نیست انگاری نیچه هم در این جلسات آشنا تر شده ایم، دوستان عرایزم رو بهتر در میامن. نهیلیزمی که ناظر به پوچی و جهانی که عاری از معناست. اما نه اینکه پاسخ هایدگر هم پاسخی از این دست باشه، یعنی قائل به این باشد که این جهان فاقد معناست، ابسردیتی اون رو فرا گرفته و نمیتوان امیدی داشت که دوباره معنویت به این جهان سر بزنه یا ما امر قدسی رو در این دنیا سراغ بگیریم. نه، این گونه نیست. تا یه جایی هم مسیره و اون خدای غایبی که ازش یاد میکنه و در انتظار اون است، یا به توضیحی که گفتم و دوباره امروز میگیم، بحث از آمادگی انتظار او رو تمهید کردن از سخنان هایدگر است. این از یه معنویتی حکایت میکنه که لزوما منطبق بر معنویت ادیان ابراهیمی نیست. توجه فرمودید؟ این رو از این جهت گفتم تا بگویم روایت من از هایدگر این است که با تلقی ارتودکس دست کم یا تلقی رایج از الهیات غیبت بحث‌های هایدگر فرق میکنه. از یه معنویت به محاق رفته‌ای سراغ میگیره هایدگر، اما این لزوما منطبق بر معنویت و اسپریچوالیتی ادیان ابراهیمی و مشخصا مسیحیت که او در دل آن سنت بالیده بود تا جایی که من میفهمم نیست. خب این یه توضیحی که ذکرش ضروری مینمود. اجازه بدید در ادامه بخش‌های مهم اون مصاحبه رو دوباره من بخونم به انضمام فقراتی رو که نخواندیم نوبت پیشین، برای اینکه بحثمون رو بتونیم ژرف‌تر پی بگیریم. یادتون هست سخن از این بود که فلسفه چه میتواند بکند یا در این روزگار کنونی چگونه میتوان سرمه‌ای بر چشم کشید به تعبیر من و مسائل رو به نحو دیگری دید و آزمود. در بخشی از مصاحبه در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده هایدگر میگه که چنان که خواندیم نوبت پیشین، اجازه دهید مختصر و شاید تا حدی تند که البته برآمده از تفکری طولانی است به این پرسش‌ها پاسخ دهم. فلسفه نمیتواند تغییری بیواسطه در وضعیت کنونی عالم ایجاد کند. این حکم نه تنها در مورد فلسفه بلکه در مورد همه اغراض و مساعی صرفاً انسانی صادق است. تنها هنوز خدایی میتواند ما را نجات دهد. این رو نوبت پیشین گفتم، اکنون هم ذکر میکنم، تا مراد خدام خدا باشه، که من در ادامه اشاره میکنم که اون خدا از جنس خدایی است که موجود نیست، یعنی صرف الوجوده به تعبیر قدمای ما. نمیگم عیناً اون سخن رو میگه هایدگر، یه جور گشودگی در برابر امر متعالی است بدون اینکه بشه اون گشودگی رو کاتگورایزش کرد در قالب مفاهیمی گنجان و جا داد. باری تنها هنوز خدایی میتواند ما را نجات دهد. به اندیشه من تنها امکان رهایی ما در این است که در طریق تفکر و شاعری برای ظهور خدا یا غیاب او در دوران زوال آمادگی ایجاد کنیم. پس امکان رهایی ما از چه قراره؟ به روایت هایدگر این که پای بنهیم در طریقت شاعری و برکشیم تفکر شاعرانه برای اینکه خداوند ظهور کنه، یعنی آمادگی ایجاد کنیم برای ظهور خدا و غیاب او رو در دوران زوال رو بتوانیم معادله رو تغییر بدهیم. به بیانی صریح‌تر، ما سقط نمی‌شویم بلکه به هنگام مردن در برابر خدای غایب می‌میریم. این که ما سقط نمیشیم رو در واقع داره توضیح میده که جهان کور و کر نیست. درک من اینه، چون اگر این عالم کور و کر بود و ایستاده بر پای خود، ما سقط میشدیم. مثل فرض بفرمایید که یه مگسی که میاد و
سر برمی آورد و کر و فری میکنه در دنیا و بعدم از بین میره دیگه. یادم سالها پیش هنگامی که ایران بودم و در انجمن حکمت و فلسفه کار میکردم، یکی از اساتید فلسفه که خب نامی هم دارن، نامشون رو نمیبرم، یادم هست یک بار با هم گفتگو میکردیم در یک محفلی و به مناسبتی با یکدیگر، همین سخنان اگزیستنشیل به تعبیر این روزهای ما در میانه بود. و خب ایشان به من میگفت که من میدانستم، یعنی حالا اون روز هم میگفت که نه، من اعتقادی به این امور ندارم و این شعر ببخشید خیام رو هم میخوان که آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. بعد اشاره ای کرد، از یه خاطره ای نام برد که شباهتی داره با این تعبیر هایدگر. ایشون به من گفت فلانی، من یه بار توی جنگلی راه میرفتم و باران تندی زده بود و ما هم که یه چتری داشتیم به اتفاق 2-3 نفر و یک دفعه صاعقه‌ای زد و یکی از این شاخه‌های درخت تنومندی که پیش روی ما بود و ما شانس آوردیم که از آن قدری فاصله داشتیم، محکم از درخت جدا شد و زمین افتاد. بعد میگفت همون هنگام که بر زمین افتاد، نمیدانم چه حیوانی بود، حالا خرگوشی بوده، نمیدانم الان یادم نیست، یا سموری، هرچه، میگفت اون زیر واقع شد و شاخه درخت افتاد روی. میگفت قدری که صاعقه یا اون باد و بوران فرو نشست، ما همونجا نشستیم و در پناه یه درختی کمین کردیم و سعی کردیم که پناه گرفتیم، ببخشید به تعبیر بهتر. بعد که خب آرام شد قدری و ما بلند شدیم، من از سر کنجکاوی رفتم و قدری تونستم اون شاخه رو کنار بزنم و دیدم بله، اون حیوانی که ایشان گفت الان من یادم رفته متلاشی شده. بعد میگفت که یک لحظه این حس به من دست داد که این جهان چقدر بی تفاوته در برابر ما. و ببین این حیوان که داشت برای خودش زندگی میکرد و بر اثر یه صاعقه‌ای و شکستن یه شاخه درختی این چنین از بین رفت. آمدن و رفتن ما هم در دنیا از همین جنسه. و بعد این شعر خیامو برای من خوند، گفت آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و درنگی کرده به من، گفت فلانی، نه خبری تو این عالم نیست، همینه، ما میاییم و میریم و سقط میشیم. این تعبیر رو هم به کار برد. حالا ببینید این ترجمه خوبی که نمیدانم آلمانی که من بلد نیستم انگلیسیش چه بوده که سقط نمیشویم، حالا برای هر چه که در ترجمه گذاشتن معنا و مراد هایدگر رو خوب توضیح میده. ببینید مطابق با این خاطره که نقل کردم، به نزد این فرد ما سقط میشه، همه موجودات سقط میشه، چه اون سنجاب یا خرگوشی که ناگهان بر اثر یه صاعقه‌ای سقط شد، چه من و شما که 70 سال 80 سال عمر طبیعی میکنیم یا بر اثر سانحه‌ای از بین میرویم سقط میشیم. و این سقط شدن به نوعی حساس نبودن و کور و کر بودن هستی و جهان پیرامون رو نشان میده و به تصویر میکشه. اما روایت هایدگر نیست که ما سقط میشیم، یعنی جهان جانی داره، معنایی داره به تعبیر من، و کور و کر نیست در برابر آنچه که رخ میده. و البته در دوران متأخر نوبتی پیشین گفتیم این مصاحبه 10 سال پیش از وفات اوست و به وصیت هایدگر پس از وفات او در 1976 منتشر شده است. در اواخر عمر به اینجا رسیده که تنها امکان رهایی عبارت است از پای نهادن در طریقت شاعری و تفکر شاعرانه برای ظهور خدا. خب ما سقط نمیشیم، یعنی کسی که به این امر توجه بکنه سقط نمیشه. توجه داره، میگه در برابر خدای غایب میمیره. خدا هست اما غایبه. حالا غایب بودنش هم نه لزوماً
نظیر الهیات غیبت است. چنان که گفتم بالمره هم متفاوت نیست، یعنی میخوام بگم لزوما مبتنی بر تصویر خدای، تصویر آیین مسیحیت از خداوند نیست، بلکه فل جمله از یه معنویتی سراغ میگیره که البته امکان بروز و ظهور آن پیش نیامده است، خصوصا که خب با تکنیک خیلی مخالف بود هایدگر و معتقد بود این جهان راززدایی شده ی تکنیکی این مجال رو از ما ستانده است و به این معنا خب در فلسفه تکنولوژی خود به قصه نقد تکنیک پرداخته و معتقد است که این دولت تکنیکی و مناسبات تکنیکی که ما را از معنویت دور کرده است. همان المان‌هایی که نوبت پیشین هم گفتم از آن می شود به المان‌های معنوی و عرفانی در سخنان او تعبیر کرد. خب این از پس قصه سقط نشدن و این که ما به هنگام مردن در برابر خدای غایب میمیریم از منظر هایدگر. بعد وقتی که از اون میپرسه خب ما چه کنیم، توجه میفرمایید از همینجا میخوام به اون مفاهیم دیگر هایدگری بپردازم. وقتی مصاحبه کننده میپرسه که ما باید چه کار کنیم، میگوید که سوال او رو بخوانم: ببخشید ما نمیخواهیم فلسفه ورزی کنیم و اصلا این کار از توان ما خارج است، اما ما در اینجا ارتباطی میان سیاست و فلسفه میبینیم. از این رو لطفاً از این که شما را به چنین گفتگویی سوق میدهیم مرا عفو کنید. شما همکنون گفتید که فلسفه و فرد انسانی هیچ کاری نمیتواند انجام دهد جز، بعد پاسخ میده هایدگر، جز تمهید آمادگی برای گشوده نگه داشتن خود برای ورود یا غیاب خدا. توجه میفرمایید؟ تمهید آمادگی برای گشوده نگه داشتن خود برای ورود یا غیاب خدا. تجربه این غیاب عدم نیست، بلکه آزادی آدمی از چیزی است که من در وجود و زمان سقوط در موجودات نامیدم. تأمل درباره آنچه امروزه می‌گذرد تمهیدی است برای آمادگی مذکور. اون سقوط موجودات نسبتی داره با بحث دازاین‌های نااصیل که ما به تفصیل بهش پرداخته ایم و اینکه شخص موجود اندیش بشه. البته دازاین نااصیل فقط این نیست که موجود اندیشه، غرق در زندگی روزمره است. یادتون هست در بحث از مرگ به تفصیل مشخصاتش رو توضیح دادم که به چه معنا دازاین نااصیل به زندگی روزمره میپردازه یا به ابتذال زندگی روزمره دوچار گشته است. اینا رو همه بهش پرداختیم و اینکه چگونه دازاین اصیل از او فاصله میگیره. باری توضیح هایدگر اینجا اینه که ما باید آمادگی خود برای گشوده نگه داشتن خود برای ورود یا غیاب خدا رو تمهید کنیم و این رو نگه داریم. بعد در ادامه پرسش کننده میپرسه اما به این ترتیب آن تکان مشهور از بیرون وارد میشود، خواه از جانب خدایی یا از جانب کسی دیگر. بنابراین تفکر امروز ما با اتکای به خود و خودبسندگی نمیتواند اثرگذار باشد و به باور ما در گذشته به عقیده معاصران خود ما نیز چنین امری در کار بوده است. پاسخ کوتاه هایدگر این است که اما نه بیواسطه و مستقیم. تعبیر دیگر این سخن این است که ما باید بیواسطه و مستقیم برویم به سر وقت آنچه که او ازش به being با capital letter یا با بی بزرگ تعبیر میکنه. دازاین کسی است که این کارو میکنه. پیش از او چه از منظر فلسفی چه از منظر الهیاتی موجودات یا بگوییم سوژه ها به قول دکارت به سراغ امر بیکران رفته بودند یا به سراغ تفلسف و موجود اندیشی پیشه کرده بودند، از طریق وسائط و به نحو غیر مستقیم این کار رو انجام داده بودند. اما ما به مثابه کسانی که از دازاین سخن میگوییم، ما یعنی من هایدگری، از تمهید آمادگی سخن میگم و از گشوده بودن نسبت به سربرآوردن خداوند یا unconcealment of being. تعبیر خدا رو هم باید قدری مسامحه‌ای اینجا به کار برد، چون از being با بی بزرگ تعبیر میکنه هایدگر. God با جی بزرگ رو استفاده نمیکنه، میشد استفاده کرد.
خصوصا که به هر حال در آیین مسیحیت ما هم گاد داریم، هم سان آف گاد داریم، هم مفهوم خداوند و هم جیزوس کرایست که سان آف گاده، عیسی مسیحی که فرزند خداونده مطابق با الهیات راستکیشانه مسیحی. از این تعابیر استفاده نمیکنه هایدگر، بلکه از تعبیر being با کپیتال لتر، با حرف بزرگ استفاده میکنه و معتقد است ما being با کپیتال لتر داریم در مقابل being با لیتل لتر که همین موجودات باشن. یا به تعبیر نویسنده کتاب هرم هستی که نوبتی پیشین اون رو معرفی کردم، موجود پژوهی در مقابل وجود پژوهی. توجه می‌فرمایید؟ کتاب آقای مجتبی اعتمادی نیا، یادتون هست دیگه، تأملی هایدگری در نظرگاه ابن سینا و طلایه‌داران عرفان خراسان که بهش پرداختم. باری وقتی که از بیینگ یاد میکنه هایدگر، از وجود پژوهی داره یاد میکنه، بیینگ با بی بزرگ. ادیان اونقدر که من میفهمم، یا بگوییم تصویر راستکیشانه از خداوند در آیین مسیحیت یه جور موجود پژوهیه، نه وجود پژوهی. و هایدگری که اینجا از آمادگی داره سخن میگه، آمادگی برای به سر وقت وجود پژوهی رفتن است، نه به سراغ موجود پژوهی رفتن. خب با این توضیحات مفهومی که عرض کردم و اشاره به مفاهیم مد نظر هایدگر، اجازه بدید من به وعده‌ای که کردم بپردازم و به سراغ تفکر شاعرانه و طریقت شاعری بریم که در یکی از شاعران و به تعبیر من سالکان مدرن بومی ما، سپهری، بروز و ظهور پیدا کرده است. نوبت پیشین ذکر کردم این کتاب فلسفه لاجوردی سپهری من رو که دوستان ملاحظه می‌فرمایند، کتاب عرض می شود که 5 سال پیش منتشر شده در ایران. جز آثاری بود از من که همچنان مجال انتشار رو داشت در دولت نخست آقای روحانی، چون در دولت دوم که من هم بالمره آثارم ممنوع شد و به همین سبب آثار متعددی از من در این سالیان خارج کشور منتشر شده. فکر کنم این اثر یا اثر بعد از این جز آخرین کتاب‌هایی بود که از من در داخل کشور منتشر شد و 7-8 کتاب بعدی طی چند سال اخیر همه خارج از کشور و در لندن و تورنتو منتشر شده. باری یکی از مضامین مهمی که البته با واکاوی و تأمل چند باره صید من شد و ممکنم هست اشتباه باشه، اما خب هرچه که هست ماحصل ساعتها و ماها تأمل در این اشعار سپهری، شعرهایی است که در دفتر ما نگاه آمده است. نوبت پیشینم اشاره کردم، الانم با یه اشاره بخشایی از این مقاله رو که آماده کردم برای بحث امروز میخوانم تا هم به قصه مدیتیتیو تینکینگ هایدگر و سقوط در وادی موجود پژوهی و عبور از آن و پای نهادن در وادی وجود پژوهی بهتر دریابیمون رو، و همین که خب کسی هم زبان ما و در فرهنگ ما از این سخنان وقتی آورده است احتمالاً برای ما روشن‌تر میشه. البته این مضامین هیچ کدام در شعر نیست، خواهیم دید اینا همه تفسیر منه و فکر میکنم این تصویر و تفسیر هم تفسیر ناموجهی نباشه، با عنایت به صدر و ذیل کلام. ببینید من نوبت پیشین اشاره‌ای کردم برای امروز که یادداشت‌هام رو آماده می‌کردم، این کتاب نبض خیس صبح پیش چشمم نبود. انشالله هفته بعد میخونم براتون این بخش رو. یه جایی داریوش شایگان در یه مصاحبه‌ای، ارجاعش در کتاب آمده، الان پیش چشمم نیست، در کتاب نبض خیس صبح آوردم، میگه که در توضیح دفتر ما نگاه، خب میدانید پیشتر هم گفته بودم که شایگان با سپهری دوستی نزدیکی داشت
و سلکشنی از اشعار او رو به فرانسه ترجمه کرد با مقدمه عالمانه بلندی که مستقلاً برگردان فارسی آن در یکی از آثار داریوش شایگان منتشر شد از کتاب حجم سبز که خب جزء آثار پاپولار سپهریه. در یه جایی اشاره میکنه چرا کتاب ما هیچ مانگاه او این اقبال رو پیدا نکرد و این میزان از نفوذ، و بعد خودش پاسخ مقدری میده به این پرسش، خود داریوش شایگان، که سپهری داشت میاندیشید و از احوال معنوی خودش سخن میگفت، اما ابزار و ادوات لازم اون رو در زبان فارسی چندان نداشت و به همین خاطر سخنانش بعضن اون سلاست و روانی دفاتر پیشین رو نداره. من وقتی که این رو جایی خواندم اولین بار به اهمیتش پی نبردم و حقیقتش چندان با اون همدلی نداشتم، اما زمان برد تا به حکمت مندرج در این سخن شایگان رسیدم و خصوصا که وقتی با مفهوم تفکر شاعرانه و طریقت شاعری از منظر هایدگر آشنا شدم این رو بهتر دریافتم. حالا با این توضیحات ملاحظه بکنید. ببینید من در این مقاله هم توضیح دادم این امر رو که ما وقتی راجع به معرفت سخن میگیم از دو نوع معرفت میتونیم سخن بگیم یا توضیح بدیم اون رو. این در معرفت شناسی جدید هم بحث شده و دوستان فاضل حاضر در این محفل، کسانی که با معرفت شناسی جدید هم فی الجمله آشنا هستند یا به محاورات روزمره خود وقتی که نگاه میکنن و مراجعه میکنن میتوانن آنچه که اکنون توضیح میدهم رو دریابن. ببینید یه وقت هست که ما از دانش و معرفت سخن میگیم. اینها رو دارم میگم تا پس از آن یکی از اشعار مهم کتاب ما هیچ مانگاه که از آبها به بعد باشد رو توضیح بدم و نسبتش رو با تفکر پیشا مفهومی که با meditative thinking هایدگر در تناسب و تلاؤم تام است بشکافم. ببینید یه وقت هست که ما در زبان روزمره در دیسیپلین های مختلف معرفتی از معرفت سخن میگیم، مرادمون دانش و آگاهیه. در زبان معرفت شناسی به این دانش متعارف ما میگوییم propositional knowledge، دانش گزاره‌ای. مثل چی؟ مثل اینکه یا معرفت گزاره‌ای، مثل اینکه من میگم آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، یا اینکه میگم عرض میشود که قله دماوند بلندترین قله ایران است، یا میگویم که مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرد. وقتی اینها رو اینگونه صورت بندی میکنم و بعد میگویم من میدانم که مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرد، یا من میدانم که قله دماوند بلندترین قله ایران است، این در قالب دانشی است که از جنس دانش گزاره‌ای. درست؟ به این معنی propositional knowledge. مطابق با این تقسیم بندی که اصلش از گیلبرت رایل، فیلسوف تحلیلی قرن 20 انگلیسی، ما علاوه بر propositional knowledge یک عرض می شود که دانش مهارتی هم داریم. او می گفت که یه دوگانه ای داشت، می گفت knowing that و knowing how، یعنی همان دانش گزاره‌ای که knowing that باشه یا propositional knowledge باشه، من می دانم که، مثال هایی رو که ذکر کردم، و دانش مهارتی یا بگیم معرفت مهارتی knowing how. مثل چی؟ مثل پاره از امور که خب از جنس مهارتن و ما هرچی که اونها رو بیشتر میورزیم احراز میکنیمشون. مثلا رانندگی کردن، شنا کردن، خوانندگی کردن، نویسندگی کردن، اینها هم از جمله دانش‌هایی هستند یا اموری هستند که معرفت ما به جهان پیرامون رو بیشتر میکنن، اما از جنس اسکیلن به اصطلاح،
یا حالا گیلبرت رایل به اونها میگه knowing how، یعنی دانشی که از جنس چگونگیه. اگر این دوگانه او رو در زبان فارسی یعنی knowing that و knowing how رو بخوایم معادل بذاریم، من گذاشتم براش عرض می شود که معرفت گزاره‌ای و معرفت مهارتی. توضیح دادم به چه معناست. اون میگوید کل آگاهی ما از این جنس. حالا شما در ذیل معرفت گزاره‌ای میدانید میتوانید از دیسیپلین های مختلف نام ببرید، از بیولوژی، فیزیک، شیمی، روانشناسی، تاریخ، همه آنچه که از جنس من میدانم که من میدانم که I know that bla bla bla. این معرفت گزاره‌ای. معرفت مهارتی هم که از جنس ورزیدن و آزمودن در مقام عمل است. خب این یه تقسیم بندی، البته نمیگم همه با او موافقن، در همین سنت تحلیلی هم از حوصله بحث ما خارجه. هستن پاره‌ای از فیلسوفان که این تفکیک رو بر نمیکشن و با آن همدلی ندارن. من در کار رساله دکتری خودم هم که خب مبتنی بر آرای ویتگنشتاین متأخر بود و نسبتش با آرای برخی از فیلسوفان اخلاق مثل جاناتان دنسی، خب این رو بررسیده ام. خود او همین جاناتان دنسی یکی از کسانی است که با این تفکیک همدلی نداره، یعنی اون رو به طور کامل موجه نمیدونه. باری از حوصله بحث ما خارجه، گفتم که این رو هم بدانیم، اما بنا رو بر این بگذاریم که معرفت ما، یعنی آنچه که از طریق مفاهیم و گزاره ها در جان و دماغ من و شما می نشینه، منقسم بر دو قسمه: معرفت مهارتی و معرفت گزاری. خب حالا ملاحظه بکنید آنچه که meditative thinking یا تفکر مراقبه‌ای از جنس مواجهه پیشامفهومی با جهان پیرامون، که خب این احتیاج به درنگ و تأمل داره. آنچه از جنس مواجهه پیشا تصدیقی، پیشا مفهومی و غیر صورتبندی شده non-theoretical confrontation، مواجهه از این دست با جهان پیرامون. شعر از آبها به بعد در دفتر ماهیچ ما نگاه به نظرم یکی از مصادیق درخشان این نوع سخن گفتن است و این نوع مواجهه با عالم رو برکشیدن است از طریق شعر و طریقت شاعری و تفکر شاعرانه. خب شعر رو براتون بخوانم و حالا با این توضیحاتی که ذکر کردم دوستان در مضامینش تأمل بکنن. من بخشی از کتاب رو هم براتون میخوانم. عنوان مقاله هم که هست فلسفه لاجوردی سپهری، از همین شعر برگرفته شده. ملاحظه بکنید میگه که روزی که دانش لب آب زندگی میکرد، انسان در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفه های لاجوردی خوش بود. انسان در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفه های لاجوردی خوش بود. در سمت پرنده فکر میکرد، با نبض درخت نبض او میزد. مغلوب شرایط شقایق بود. مغلوب شرایط شقایق بود. مفهوم درشتشت در قعر کلام او تلاطم داشت. انسان در متن عناصر میخوابید. نزدیک طلوع ترس بیدار میشد. خب این بخشی از این شعر تحت عنوان از آبها به بعد و از روزگاری یاد میکنه اینجا سهراب که دانش لب آب زندگی میکرد. حالا اجازه بدید من اون بخش از مقاله رو که ذیل این آوردم براتون بخوانم و بعد جهت توضیح بیشتر این مضمون اشاره‌ای به اون سوبژکتیویسم دکارتی هم که جلسات ابتدایی این درس گفتار به تفصیل بهش پرداختیم من اشاره میکنم، چون کمک میکنه به بحث ما. و البته
اگر تمام نشد بحث به طور کامل امروز که این چنین مینماید، تکملش رو هفته آتی پی میگیریم. خب در مقاله آمده است پس از این شعری که براتون خواندم، سهراب از تنبلی لطیف مرتع سخن میگوید، از فلسفه های لاجوردی، روزگاری که انسان در سمت پرنده فکر میکرد و مغلوب شرایط شقایق بود و در متن عناصر میخوابید. در آن روزگار انسان ذهن بسیطی داشت و از جهان فاصله نگرفته بود و ارتباط مفهومی با آن برقرار نکرده بود. روزگاری که دانش لب آب زندگی میکرد. امروزه با در رسیدن فلسفه و علم جدید و سر برآوردن عقل ابزاری و عقل فلسفی و مفاهیم متعددی که ساخته شده و ما آنها را مثل نقل و نبات در گفتار و نوشتار روزمره به کار میبریم، از آن دوران فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌ایم. دورانی که به نظر سپهری برای تحقق تجربه‌های باطنی و کبوترانه مستعدتر بود. انسانی که در متن عناصر میخوابید، بی واسطه و بدون مدد گرفتن از مفاهیم و تصورات با جهان پیرامون مواجه میشد. روزگاری که انسان تنبل بود، اما تنبلی لطیف و دلانگیزی داشت. دیدید گفت در تنبلی لطیف یک مرتبه. روزگاری که انسان تنبل بود اما تنبلی لطیف و دلانگیزی داشت. در واقع سپهری از دانشی سراغ میگیرد که لب آب است و با تنبلی لطیف عجین است و از جنس فلسفه های لاجوردی است. فلسفه غیر مفهومی و پیشا تصوری. چنین فلسفه‌ای نبضش در نبض درخت میزند و نزدیک طلوع ترس بیدار می شود. چنین فلسفه‌ای رابطه‌ای پیشا مفهومی با جهان پیرامون برقرار می کند و دانشی بی‌نیاز از بحث و استدلال به دست می دهد. خب من در ادامه به یه شعر دیگری از دفتر حجم سبز که عنوانش هست تا نبض خیس صبح هم اشاره کرده ام که بخشش رو براتون بخوانم. شعر لطیفیه، دوستان هم به خاطر دارن. یک نفر آمد تا عضلات بهشت دست مرا امتداد داد، تا اینکه میاد و میگوید یک نفر آمد که نور صبح مذاهب در وسط دگمه‌های پیرهنش بود، از علف خشک آیه‌های قدیمی پنجره میباد، مثل پریروزهای فکر جوان بود، مثل پریروزهای فکر جوان بود. حنجره اش از صفات آبی شطها پر شده. یک نفر آمد کتابهای مرا برد، روی سرم سقفی از تناسب گلها کشید. خب ببینید این که کسی آمد که مثل پریروزهای فکر جوان بود، این فردی است که دل مشغول معرفت گزارعی و معرفت مهارتی نیست، بلکه در اندیشه یه دانشیه که لب آب زندگی میکنه. توجه میفرمایید؟ و پیشا تصوری، پیشا تصدیقیه. من یه توضیح راجع به تصور و تصدیق بدم، البته دوستان میدانن، جهت تکمیله یاد میگم. این دو اصطلاح فلسفی منطقی دیگه. ببینید مثلا من الان میگم خودکار، خب یه ایماژی از خودکار در ذهن من شکل میگیره دیگه. الان ممکنه پیش روی خیلی از شما که اینجا نشستید و عرایض من رو گوش میکنید خودکاری نباشه، اما یه ایماژی حالا در ذهنتون از خودکار شکل میگیره، به این میگیم تصور. خب و بعد این که من میگم میز، یه تصوری هم، یه ایماژی هم از میز دارید که اینم میشه تصور. از کنار هم گذاشتن تصورات یک گزاره ساخته میشه که به این میگن تصدیق. مثلا میگم خودکار روی میز است. پس تصورات که با هم که جمع میشوند، ترکیب میشوند، تولید تصدیق میکنن. این که میگیم تصور و تصدیق بدین معناست. در لسان قدمای ما خیلی منطقیون از تصور و تصدیق استفاده کردن. و این که میگیم دانشی که لب آب زندگی میکنه و پیشا تصوری و پیشا تصدیقیه، یعنی در مرتبه‌ای که با مفاهیم سر و کار نداره. و در متن عناصر هم که میگه
سپهری که خوابیده است یعنی دقیقاً فاصله ای نداره با جهان پیرامون. ببینید حالا از همینجا من به سوبژکتیویسم دکارتی که ذکرش رفته بود بپردازم دوباره. اون جمله مشهور کوگیتوی دکارت که من می اندیشم پس هستم رو بهش پرداخته بودیم به تفصیل جلسات پیشین و گفتم که مراد اینه که از یک سوی من اندیشنده‌ای وجود داره و از سوی دیگر یه ابژه‌ای که بیرون از من اندیشنده است و سوژه که من باشم میکوشم تا اون رو بفهمم. یعنی من یه فاصله ای میگیرم از آنچه که پیرامون من هست. یادتون هست جلسات نخست برای توضیح مفهوم دیزاین و being in the world هایدگر من به تفصیل سوبژکتیویسم دکارتی رو شکافتم و توضیح دادم و به همین سبب هم در نظام دکارتی ما یک رشته تصورات روشن و متمایز داریم، clear and distinct ideas، که به مدد اونها جهان رو کانسپچوالایز میکنیم و میفهمیم. خب که اون وقت بعدن این سر از نگاه معرفت شناختی کانت در می آورد و همه اون توضیحاتی که تفصیلا بهش پرداختیم. اما حالا ملاحظه بفرمایید دیزاین وقتی که درآمد ناظر به نقد همین مواجهه بود دیگه. یادتون هست که از مفهوم افق سخن گفتیم و اینکه سوژه و ابژه در هم نوردیده میشوند و هم افق میشوند. حالا نکته مهم اینجاست، اون من اندیشنده دکارتی از جهان فاصله داره، یعنی باید فاصله بگیره تا اون دوگانه سوژه ابژه شکل بگیره. اما سپهری که از انسانی که در متن عناصر میخوابید سراغ میگیره دقیقاً داره این شکاف رو پر میکنه و این همان کاری است که هایدگر میخواد انجام بده وقتی به طریقت شاعری و تفکر شاعرانه داره پناه میبره. یعنی از وقتی که از دیزاین سخن میگفت این آغاز شده بود، هرچی که پیشتر آمده اون وقت این قصه روشن‌تر میشه و دوگانه تفکر مراقبه‌ای در مقابل تفکر محاسبه‌ای، یعنی meditative thinking و calculative thinking. تفکر محاسبه‌ای اون چیزی است که با علم و فلسفه جدید سر برآورد و یه جور توش محاسبه از توش تکنیکه و با جهان این چنین مواجه شدن است. آنچه که ما باهاش در سده‌های اخیر مواجهیم تکنولوژی صنعتی شدن جهان در فلسفه‌های موجود پژوه به تعبیر هایدگر، در مقابل آنچه که ما بهش تفکر مراقبه‌ای میگیم meditative thinking، که در meditative thinking در واقع سخن از این قرار است که فرد به سر وقت اون وجود میره، یعنی همان که در این مصاحبه از قول هایدگر خواندیم به نحو مستقیم و بیواسطه به سر وقت وجود میره و این بی واسطه و مستقیم رفتن هم به او کمک میکنه که از سقوط در موجود اندیشی فاصله بگیره و اون آمادگی مذکور رو به دست بیاره که در مصاحبه با اشپیگل هایدگر میگه. اون آمادگی که کمک میکنه او بره به سر وقت وجود با بی بزرگ و کپیتال و گشوده باشه نسبت به امر متعالی. خب توجه میفرمایید که تا اینجا اون توضیحی که ذکر کردم نشان میده چه قرابتی میان اینها وجود داره و از چه منظر دیزاین اصیل میتونه موجود پژوهی و موجود اندیشی رو پس بزند و برود به سر وقت وجود اندیشی و وجود پژوهی. بعد یه نکته، اینا همه بیشتر در هایدگر متأخره، وقتی که خب سخن از meditative thinking و به توضیحی که عرض کردم عرض می شود که رفتن به معنایی که در جهان میتوان اون رو سراغ گرفت، اون خدایی که میتونه ظهور بکنه و اون نهیلیزم نیچه‌ای که به این معنا میشه بران فائق آمد، در همین جهان راززدایی شده. حالا چرا سهراب به این میگه فلسفه لاجوردی؟ تعبیر جالبیه. فلسفه لاجوردی نه از سنخ فلسفه غربی موجود اندیش موجود پژوه، نه از سنخ فلسفه اسلامی. امر سومی فلسفه پیشا تصوری، پیشا تصدیقی، پیشا مفهومیه. به توضیح که آوردم
و در شعر از آبها به بعد به عنوان مثال سر برآورده است. من در کتاب نبض خیس صبح که عنوانش رو هم از همین شعر تا نبض خیس صبح سپهری برگرفتم، کوشیدم در یکی از فصول، این آخرین اثر من در باب شعر و عرفان سپهری است که حدوداً 9 ماه پیش منتشر شد. اگر دوستان دیده باشند به مناسبت سال نو جدید فایل PDF-ش منتشر شده. حالا دوستان عزیز، حوریه خانم، دیگران اگر توانستن فایل PDF-ش رو در گروه بگذارند. از اینکه به لحاظ آوایی و معنایی آب و آبی و باران چگونه به نزد سهراب سر برآورده‌اند و چه دلالت‌های معنایی دارند، من از آن استفاده کرده‌ام. و البته لاجوردی. خب لاجوردی هم رنگ آبی دیگه، در کاشان یافت میشه و او اونجا میدیده کاشی‌هایی که لاجوردی رنگ بودن و از سهراب بپرسید و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است، یعنی حقیقت آبی رنگه. اینکه حقیقت آبی رنگه با تأمل بیشتر در میابیم حقیقتی که پیشا تصوری، پیشا تصدیقی، پیشا مفهومیه و از سنخ فلسفه لاجوردیه، یا به تعبیر هایدگری کلمه با مدیتیتیو تینکینگ سر و کار داره و وقتی که فرد وجود اندیشی و وجود پژوهی پیشه میکنه. توجه فرمودید؟ حالا با این توضیحات اگر دوستان اون مقاله رو خوانده باشند و در فاصله بین این دو کتاب هم اگر بخوانند، ببخشید فاصله بین این دو جلسه مجالی داشتن بخوانند، میبینن که من از کتاب اتاق آبی سپهری هم نقل قول‌های آوردم و اینکه اتاق آبی که اتاقی بوده، اتاقی در باغ محل سکونت خانواده سپهری در کاشان، چگونه او از مفهوم آبی و کانوتیشن هاش مقاله اتاق آبی رو در 1355 نوشته، یعنی همزمان با سرایش دفتر ما هیچ ما نگاه. و در فقراتی از این مقاله در باب آبی تعابیر رو به کار میبره که هم کانوتیشن آیین تائویزم داره و هم به یاد ما میاندازه استفاده‌ای که هایدگر از مفاهیم شرقی کرده در آثار خودش. من بخشش رو براتون میخوانم. میگوید که هم به آبی اینجا اشاره داره و خب گفتم از آب هم یاد کرده است به تفاریق در 8 کتاب. میگه اتاق آبی خالی بود، مثل روان تائویی است. اتاق آبی همون اتاقی که در باغ خانوادگیشون در کاشان بوده. اتاق آبی خالی بود، مثل روان تائویی است. در آن به آرامش میشد، در آن به آرامش در تهی رسید. توجه میفرمایید؟ میشد در آن به آرامش در تهی رسید، به سکینه رسید. هیچ کس به اتاق آبی نمیرفت، من میرفتم. اتاق آبی یک اتاق معمولی نبود. مغز معمار این اتاق در ناخودآگاهی گروهی نقش ریخته بود. خواسته بود از تضادهای درونی بگذرد و به تمامی خود برسد. توجه داره دیگه، این تعابیر سهراب خیلی یونگیه دیگه. دوستان آشنا با روانکاوی و نظام یونگی با این مضامین آشنا هستند دیگه. اولا اون ناخودآگاهی گروهی منظورش اون تعبیری است که امروز ما بهش collective unconscious میگیم، ضمیر ناخودآگاه جمعی. این رو هم در گیومه گذاشته سپهری، معلومه که کاملا پا جا پای یونگ گذاشته. و بعد این که خواسته بود از تضادهای درونی بگذرد و به تمامی خود برسد. باز این مفهوم یونگی full humanity که امروزه از آن به انسانیت تام تعبیر میکنیم، یا تضادهای درونی که یا بگیم خود پاره پاره و scattered self که از آن میگه در بگذره و به تمامی خود برسه، یعنی به خود تام، به انسانیت تام به معنای یونگی. بعد در ادامه مفهوم individuation رو به کار میبره سهراب که باز مفهوم یونگیه.
مفهوم یونگیه. ایندیویدویشن این رو استفاده میکنه. بعد میگه نیروی تاریک مرا به اتاق آبی میبرد. گاه میان بازی اتاق آبی گاه میان بازی اتاق آبی صدایم میزد. از همبازی ها جدا میشدم. میرفتم تا میان اتاق آبی بمانم و گوش بدهم. چیزی در من شنیده میشد، مثل صدای آب که خواب شما بشنود. جریانی از سپیده دم چیزها از من میگذشت و در من به من میخورد. چشمم چیزی نمیدید. خالی درونم نگاه میکرد و چیزها میدید. به سبکی پر میرسیدم و در خود کم کم بالا میرفتم و حضوری کم کم جای مرا میگرفت. حضوری مثل وزش نور. وقتی که این حالت ترد و نازک مثل یک چینی ترک میخورد، از اتاق میپریدم بیرون. میدویدم میان شلوغی اشکال، جایی که هر چیز اسمی دارد. ببینید چقدر این تعابیر رو به نیکی سهراب به کار بسته و یه جور وجود اندیشی به معنای هایدگری رو اینجا از تجربه های خودش سخن گفته و البته ممزوج کرده با آراء یونگی به زیبایی، چنان که ملاحظه فرمودید. در انتها که میگه از اتاق میپریدم بیرون، میدویدم میان شلوغی اشکال، جایی که هر چیز اسمی دارند، یعنی میآمدم به سراغ تصورات و تصدیقات و مفاهیم. اونجا میآمدم دوباره. اما وقتی که در اتاق آبی بوده، اتاقی که اوصافش رو به ما گفت مثل روان تائویست بوده و در آن به آرامش در تهی میشد رسید، این همون تفکر پیشامفهومیه. و بعد البته خب به ایندیویدویشن یونگی اشاره کرده و کالکتیو آنکانشس او و اینکه من به انسانیت تام، فول هیومانیتی میرسیدم، یعنی میشد رسید اونجا از طریق این نوع اتصال با هستی که به توضیحی که آوردم اینا همه ماحصل مدیتیتیو تینکینگه، یعنی تفکر مراقبه ای. توجه میفرمایید؟ و بعد خب از آبی استفاده کرده دیگه، رنگ آبی و لاجوردی. اسم کتاب هم اتاق آبیه. خب اتاق آبی به اتاق باغ خانوادگی در کاشان که عنوانش هم ظاهرا اتاق آبی بوده اشاره داره، اما خب همه این مضامین رو سهراب در آن ریخته است و چنان که میبینید از ایده های شرقی استفاده کرده و از روانکاوی یونگی و البته چنان که در نامه‌های او دیده میشه که هایدگر رو هم خوانده بوده. به هر حال مضامین که خیلی مضامین هایدگری است، البته به زبان شاعر و نقاش توانمند ایرانی که به هر حال در بومی کردن آنها به نظرم موفق بوده است. خب وقت به انتها رسیده. مشتاقم که تا پایان وقت از نکته سنجی های عزیزان هم استفاده کنم. تتمه‌ای داره این بحث و نکات تکمیلی که راجع به آبی و معدن لاجورد آورده سپهری و از آبی آسمان و مراقبه درون یاد کرده است که هم در جای خود خواندنیه، هم متناسب با تفکر مراقبه‌ای و مدیتیتیو تینکینگ هایدگره که نوبت آتی به اونها خواهم پرداخت و اگر نکاتی که به تفصیل آوردم در جای خود نشسته باشه، همه اینها در خدمت آن چیزی است که هایدگر ازش به وضعیتی یاد میکنه که ما در آن مواجه شده ایم که خدا به سان آفتاب فاش وسط آسمان نمی درخشه. ما در دوران زوالیم، اما در این حال اگر با امر معنوی مواجه بشویم یا unconcealment of being یا از خفا به در آمدن وجود رو به این معنا و از طریق تفکر پیشا تصوری پیشا تصدیقی پیشا مفهومی تجربه کنیم، اون وقت دیگه جهانمون کور و کر و ایستاده بر پای خود نیست و از نهیلیزم فاصله گرفته ایم و سقط نمیشویم مطابق با آنچه که توضیح داده شد. خب اگر اجازه بدید من بحث رو اینجا نگه دارم. مضامین هم بلنده
و جای تأمل و درنگ داره. نوبت آتی بحث رو پی میگیریم. در این حال همانطور که زحمت کشید یکی از دوستان این مقاله رو فایلش رو گذاشت، لینکش رو در گروه، بد نیست دوستان مقاله فلسفه لاجوردی سپهری رو یا اگر مایلن و علاقه‌مندن کتاب اتاق آبی سهراب رو بخوانند که بر غنای مباحث ما می‌افزاید و امیدوارم نوبت آتی بحث از خدا اندیشی یا امر متعالی یا بینگ، وجود پژوهی یا وجود در نظام هایدگری رو توضیح بیشتری بدهم و ملاحظات تکمیلی خود رو بر آنچه که در این 2 جلسه به بحث گذاشتیم ذکر کنم و بدان بیفزایم. از توجه عزیزان سپاسگزارم. مشتاقم که از نکته سنجی های شما استفاده کنیم و پس از آن بحث امروز رو ختم کنیم. خسته نباشید. سلامت باشید خانم دکتر عزیز و دیگر دوستان. اگر شما خانم دکتر ملاحظه‌ای دارید بفرمایید، خط باب کنید تا دوستان هم در ادامه بپیوندند. آقای دکتر، راجع به رنگ آبی از نظر روانشناسی رنگ ها که حالا خودش مبحثیه، رنگ آبی رو نشونه آرامش میدونن و از نظر علمی تو بعضی از افراد، نه همه افراد، چون میدونید که هیچ چیزی 100% نیست حالا توی روانشناسی، باعث ترشح اندورفین ها میشه در بدن و خب باعث آرامش میشه. برعکس رنگ هایی مثل قرمز و نارنجی که ممکنه هورمون های تضاد رو فعال بکنه، چون برای به حساب موتیویشن به کار میره، برای فعالیت به کار میره، ولی رنگ آبی هورمون های آرامش رو فعال میکنه و باعث آرامش میشه. از این جهت هم گفتم بگم خدمتتون که یعنی استفاده میشه، سهراب استفاده میکنه و یا سایر مذاهب، علتش ممکنه این هم باشه. بله ممنونم خانم دکتر. حالا اینه که اشاره فرمودید قبل از اینکه دوست دیگری ملاحظه اگه داشته باشن بگن، من خودمم قبل از اینکه حالا با این مضامین این چنین آشنا بشم، قبلا هم گفتم که مدت‌ها بود من این اشعار دفتر ما هیچ ما نگاه رو وقتی هنوز دانشجوی داروسازی بودم میخوندم و ارتباطی چندان برقرار نمی‌کردم. یادم هم هست اون دوران شوریدگی و شیدایی بود، من خیلی جاها سرک میکشیدم، کلاس‌های زیادی میرفتم علاوه بر درس‌های موظف در داروسازی، هم کلاس‌های مرحوم آقای دولابی میرفتم، هم در دانشکده ادبیات کلاس میرفتم. بعد یه برهه‌ای یکی از اساتیدی که روش تحقیق در علوم انسانی رو درس میداد، من در کلاس‌ها شرکت میکردم. خیلی به این معنا ولعی داشتم و شورید احوال بودم. حالا از چه جهت این رو میگم؟ اون استادی که روش تحقیق درس میداد در علوم انسانی از قضا به سپهری علاقه‌مند بود. در کتاب روش تحقیق خودش این شعر سهراب رو هم آورده بود. اصلا این مضامینی که من امروز آوردم یا چند سال پیش در مقاله خود آوردم اونجا به بحث گذاشته نشد. فقط ایشون خب آدم خوش‌ذوقی هم بود، استفاده میکرد و میگفت ببینید ما چند جور دانش میتوانیم داشته باشیم. بعد خود ایشون هم خب هم مدیریت خوانده بود و علوم انسانی و روانشناسی هم مطالعه داشت. یادم اونجا به روانشناسی رنگ ها هم که الان اشاره فرمودید اشاره کرد. این قصه مال 20 و چند سال پیش الان در خاطرم مانده. و همین قصه آرام بخش بودن رنگ آبی که اونجا برای من اولین بار اونجا بود که دیدم عجب جالب، من اینقدر رنگ آبی رو دوست دارم به این سبب، پس یا حالا سبز رو. و حالا همونطور که الان فرمودید بعداً خب دیدم و راجع به قرمز و نارنجی و اینا. بله، یعنی هم توضیح هورمونال داره، فیزیولوژیک داره که اشاره کردید، و به هر حال از همین جهت هم بوده که خب کسانی مثل سهراب دل باخته اون هم می شدن دیگه و از آب و آبی یاد می کردن. حالا من در نبض خیس صبح به باران هم اشاره کردم، آب و آبی و باران و عرض می شود که لاجوردی، اینا خب هم قرابت آوایی دارن، 3 کلمه اول که آب و باران و آبی باشن، و بعد هم به لحاظ مضمونی و معنایی هم از اینها استفاده کرده. بله همونطور که اینجا الان سپهری نقل کرد، چنان که خودتون به نیکی میدانید،
خیلی جالبه که من توجهم جلب شد چگونه به ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگی اشاره کرده و اینکه یعنی این چنین رنگ آبی که الان شما اشاره کردید که در آن میشه به آرامش در توهی رسید، یکی از اون مضامینی است که در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما به ودیعت نهاده شده. خب چون در طول تاریخ آقای دکتر احتمالاً برای همه اندورفین ترشح می‌کرده دیگه. بله. هممون انسانیم و از نظر ساختمانی یه جور هست بله. و به خاطر همین به طور جمعی اشاره کرده ناخودآگاه جمعی. البته بله. این آقای دکتر بیشتر در مورد آبی کمرنگه، مثل آبی دریا، آبی آسمان. ما آبی پررنگ‌تر هم داریم یا هم سرمه‌ای که ما آبی پررنگ‌تر یا سرمه‌ای هم داریم که نشان دهنده صلابت و قدرت و یه حالت رویال داره. اگه دقت بکنید بیشتر یونیفرم های افراد نظامی و سالها سرمه‌ای می ساختن یا اصلا یونیفرم های سرمه‌ای جاهایی به کار میره که میخوان صلابت و قدرت و این چیزها رو نشون بدن. یعنی میخوام بگم از اون دیدگاه هم میشه نگاه کرد. و یه مثال جالبم بزنم از نظر اینکه حالا آبی حالت آرامش میده و رنگ‌های مثل نارنجی و قرمز محرک هستش. اگه یه نفر رو میخوایم اشتهاشو تحریک کنیم، فرض کنیم یه نفر خیلی کم اشتهاست، ما دوست داریم زیاد غذا بخوره و هر کار میکنیم نمیشه، اگه توی بشقاب نارنجی بهش غذا بدیم یا قرمز اشتهاش زیاد میشه، بیشتر غذا میخوره. ولی اگر در بشقاب آبی غذا بریزیم برای افرادی که اضافه وزن دارن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، در بشقاب آبی کمرنگ غذا بریزیم کمتر غذا میخوره. یعنی این کاملا استفاده جالبیه که حالا میشه از رنگ آبی استفاده کرد. بله، ممنون خانم دکتر از نکاتی که گفتید. بله. خب دیگر عزیزان و دوستان، هوریه خانم میخواید شما بگید تا فتح بابی بشه، بقیه هم نکاتی دارن بگن. بله آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم. من یه سوال کوچیک داشتم که آیا هایدگر خدا باور بوده یا نه؟ سوال خوبیه هوریه جان. تا مرادتون از خدا باور چی باشه؟ میدونید یعنی حالا نوبت آتی که من یاد داشتم امروز بخشیش ماند، هفته آتی بهش میپردازیم، همین بود که حالا در ذیل آنچه که ذکر کردیم از خدا و امر متعالی یا نسبت میان being با capital letter و little letter، اینا رو نوبت آتی ذکر خواهم کرد که بستگی داره به تصویر و تلقی ما از خدا و امر متعالی. چون همطور که توضیح دادم و در کتاب آبی دریای بیکران هم آمده، ما تصورات مختلف از خداوند داریم. چنان که میدانید خدای فلسفی، خدای عرفانی، خدای ادیان ابراهیمی به معنای ارتدوکس و متعارفش. من حالا نوبت آتی اشاره خواهم کرد. در این حال برای اینکه پرسش شما رو بی پاسخ نگذاشته باشم، میخوام بگم بله، به روایتی از امر متعالی یا به قول شما خدا یا ترانسندنس باور داره و به قرائت هایی از امر متعالی چنان که من میفهمم باور نداره. اما این بستگی داره دقیقاً به این که ما وقتی از خدا یاد میکنیم یا امر متعالی چه معنایی رو مراد میکنیم. بله. توجه دارید؟ نوبت بعد بهش بیشتر خواهم پرداخت، یعنی این رو توضیح میدهم در ذیل نکات تکمیلی در باب آنچه که آمد. بله، خیلی متشکرم. ممنونم. مسعود جان شما نکته دارید؟ نه ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردم همچین از صحبت‌های خانم دکتر. خیلی ممنون. ممنون مسعود جان. خب مژگان خانم شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا دیگر دوستان هم اگر چیزی هست بگن و جلسه رو ختم کنیم. بفرمایید. سپاسگزارم آقای دکتر. نه من هم پرسشی ندارم، خیلی ممنون بابت امروز. سلامت باشید. عرض می شود که ممنون. و خب دیگر دوستان اگر کسی ملاحظه‌ای دارن. رها خانم شما نکته‌ای دارید؟ و همچنین خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی متشکرم، سپاسگزار، بسیار عالی بود. نه سوالی ندارم، خیلی ممنون. سلامت باشید. آقای دکتر مسعود اگر شما هم نکته‌ای هست بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر از بیاناتتون. از شود فقط نکته‌ای که به نظر من اومد در ارتباط با این مسئله الهیات غیبت، در جلسه پیش هم شما توضیحاتی دادید و با مسائلی که امروز مطرح کردید من فکر میکنم که قرابت اندیشه الهیات غیبت با اون چیزی که انکشاف امر قدسی در هایدگر شما توضیح دادید احتمالاً با هم تفاوت‌هایی داره، اینطور که دستگیر من شد. به نظرم میاد الهیات غیبت به مسئله غیبت خدا از هستی به صورت یک امر عمومی که بر همه اصطلاح قلمرو به هستی حاکم هست اشاره داره، در حالی که مسئله انکشاف امر الهی که با توضیحات شما از دیدگاه هایدگر روشن شد به نظر میاد امری کاملا فردیه، یعنی اینکه بر فرد و دازاین میتونه این انکشاف در او انجام بشه بر اساس کنش فردیش و هیچ ارتباطی به مسئله جمعی و امر کلی نداره. این درکی بود که من از توضیحات شما در جلسه قبل و این جلسه گرفتم. حالا میتونید توضیح بفرمایید که آیا این درک برداشت درست است یا نه؟ ممنونم آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره کردید و ایضاح بیشتری کردید آنچه که من هم نوبت پیشین هم امروز در مقام توضیحش بودم و انشالله هفته آتی تکمیله آن رو ذکر میکنم. بله، یعنی به همین خاطرم امروز اشاره کردم که آنچه که من ازش به مفهوم غیبت به نزد هایدگر تعبیر میکنم با الهیات غیبت به معنای متعارفش فاصله داره، یا بگیم حالا به تعبیر منطقیون بخوام بگم رابطش عموم خصوص من وجهه، هم یه بخشش هم مفترقه. ببینید همین که اشاره کردید در عرایض منم این توضیح. اولا گفتم الهیات غیبت بیشتر ناظر به خدای ادیان ابراهیمی زمینه و زمانش رو هم توضیح دادم و به تعبیر شما یه امر جمعیه، یعنی همگان انگار غیبت خداوند رو دارن تجربه میکنن، نه نبود خداوند رو، غیبت خداوند رو، چنان که توضیح دادم به هر علت و سببی که خداوند روی بر گرفته است و تن زده است از آشکارگی. توجه میفرمایید؟ این اون چیزی است که لب الهیات غیبت به معنای ادیان ابراهیمیش که توضیح دادم و امری است که بر همگان متجلی شده یا بگیم رفته است. یعنی در نیمه قرن 20 اون اتفاقی که افتاد، بله همگان با آن مواجه شدن و غیبت خدا را تجربه کردن. در این حال در بحث از غیبت خدا یا توضیحاتی که ذکر کردم با فقراتی که از مصاحبه با اشپیگل آوردم، این یه تجربه است که به قول شما بله همه دازاین ها میتونن تجربه نکنن، یعنی دازاین های نااصیل میتونن سقط بشن، حالا از همون تعابیر هایدگری بخوام استفاده کنم، یا میتونن مواجه نشن یا آشکارگی امر قدسی رو یا ساحت قدسی رو یا از خفا به در آمدن وجود رو میتونن تجربه نکنن. بله اون آشکارگی بر همگان بروز و ظهور پیدا نمیکنه. به این معنا درسته و شخص باید آمادگیش رو که دیدیم چند بار تو این مصاحبه هایدگر تعبیر آمادگی رو گفت و تمهید مقدمات کردن برای آمادگی، و اون تمهید مقدمات کردن عبارت هست از این که از سقوط اندیشه ما فاصله بگیریم و بین وقت بود اندیشه. اینا همه اون مضامینی است که لب مدیتیتیو تینکینگ یا تفکر مراقبه‌ای به روایت او رو توضیح میده و این بله فی‌المثل بر شما میتونین مکشوف بشه و بر من نه، یا بر امر بله بر زید نه. توجه میفرمایید؟ به این معنا اون آشکارگی یا آشکارگی ساحت قدسی یا آنچه که موسوم است به خدا که عنوان مصاحبه هم از آن برگرفته شده، یا چنان که از لسان سپهری دیدیم اون فلسفه لاجوردی، اون اتاق آبی که عرض می شود نوعی سبکی به فرد رو میده یا تجربه نامتعارف و غریبی، همه آنچه که از جنس فلسفه لاجوردی یا فلسفه آبیه، همه اینها بله
ناظر به یک تجربه است که بر کسانی میتوانند اون رو از سر بگذرانند و کسانی خیر. توجه میفرمایید؟ درک من هم همینه. حالا اینو اشاره کردید آقای دکتر، یه نکته‌ای هم استطراداً بگم چون ذکر آبی و لاجوردی خیلی رفت. خب این عنوان کتاب من که فلسفه لاجوردی سپهری است که از آن خواندم براتون و جلدش رو مشاهده کردید. یک کتابی هم دارم تحت عنوان آبی دریای بیکران که متضمن همان مقالات 10 گانه طرحواره از عرفان مدرنه که اون سوالی که حوری خانم کردن در باب کدام خدا به نوعی در یکی از اون مقالات 10 گانه من به این پرداختم. باری کتاب دیگری دارم در آستانه نهایی شدن است و بیشتر ناظر به مطالبی است و مصاحبه هایی که در سال 98 و 99 من انجام دادم و مقالات محققانه‌ای که پاره از دوستان و عزیزان پژوهشگر در باب آثار من در این سالیان نوشتن که انشالله کتاب فکر میکنم تا اواخر پاییز منتشر میشه. باری اسمش رو گذاشتم رد آبی روایت، یعنی هم مفهوم روایت و هم رد روایت و این آبی بودن رو که خب باز از هم سپهری گرفتم و هم حالا به توضیحی که خانم دکترم امروز گفتن اون جذبه‌ای که رنگ آبی برای من داشته و دارد. این آبی که به نوعی گویی که نسبتی داره با اون انکشافی که ازش یاد کردیم. البته خب مفهوم روایت که از من آرنت و از می شود که بنیامین گرفتم که خب حالا توضیحش انشالله در مقدمه اون کتاب خواهد آمد. باری مرادم این است که این آبی ما رو به وادی وجود اندیشی به معنای هایدگری و وجود پژوهی و به نوع دیگری مدیتیتیو تینکینگ رو تجربه کردن سوق میده، اون هم در زمینه و زمانه کنونی که از آن به روزگار راززدایی شده به تعبیر درست وبر میشه تعبیر کرد. بله. سپاسگزارم. سلامت باشید. آیا که نکته دیگه هم داشتید یا همین بود؟ سپاسگزارم، ممنون. سلامت باشید. خب اگر من نمیبینم، اگر دوستان چه عزیزانی که صحبت نکردن چه اگر دوستانی که صحبت کردن ملاحظه‌ای دارن که مایلند ذکر بکنن بفرمایند تا پس از آن بحث رو ختم بکنیم. پوریا خانم شما نکته دیگه ندارید؟ معمولا سوالای متعددی میکنید، سوال خوبی هم هست. بله. خیلی ممنون آقای دکتر، نظر لطفتونه. نه من نکته دیگه ندارم، فقط راجع به اون مقاله‌ای که گفتید یا کتاب اگر من درست متوجه شده باشم فلسفه لاجوردی سپهری بود، درست اشاره کردید که خوبه برای هفته آینده، قبل از هفته آینده مطالعه کنیم. میشه دوباره یادآوری کنید کدوم قسمت کتاب بود؟ بله، عرض می‌شود که درست کتاب فلسفه لاجوردی سپهری و مقاله فلسفه لاجوردی سپهری در همون کتاب. بله. آقای این بخشی که صحبت کردید صدا نامفهوم بود. صدا بهتره؟ اگر یک بار دیگه بفرمایید. بله حتما. ببخشید الان صدا میاد؟ واضحه؟ الان درست شد. ببخشید چند ثانیه نامفهوم بود؟ همین فقط اسم رو که بردم. بله. مقاله فلسفه لاجوردی سپهری در کتاب فلسفه لاجوردی سپهری. بله. یعنی سایت زیتون هم منتشر شد، درست میگم؟ والا فکر کنم پیشتر در سایت جرس، چون مقاله برمیگرده به 5-6 سال قبل، اون موقع منتشر شده، اما لینکش در سایت من هست. یعنی میتوانید در سایت من رو اگر ملاحظه بفرمایید بخش مقالات رو، چون این کتاب از کتابایی است که گفتم داخل کشور منتشر شده و من فایل پی دی افش رو ندارم، اما مقاله رو میتونید در سایت من بخش مقالات ملاحظه بفرمایید. اگر دیدید زحمت بکشید در گروه هم بگذارید که دوستان بتونن استفاده کنن. درسته. من هفته پیش چون صحبت راجع به همین فلسفه لاجوردی سپهری بود، یک لینکی رو گذاشتم از سایت زیتون که
تحت عنوان فلسفه لاجوردی سپهری بود که جدی همون بود. خب ای گذاشتید که بسیار خوب. بله، نوشته که در این مقدمه به ویژگی‌های خاص سپهری و دلایل علاقه شما به این شاعر میپردازد. یعنی ابتدای اینو گفته، ابتدای این مقدمه. حالا نمیدونم حالا میخواد یه بعید میدونم این مقاله توی اون سایت، شاید یه مطلب دیگه ای. حالا میخواید لطفاً برای من بفرستید علی حالا اون باشه، اون که به هر حال بی‌نسبت نیست. فکر میکنم که اون مطلب دیگه ای باشه که چون عرض میکنم این کتاب سال 94 منتشر شده، اون مقاله 93 است، یعنی 6 سال قبله و اون موقع فکر میکنم در سایت جرس منتشر شد. حالا اونو برای من بفرستید، بعد اگر همون بود که فبحل مراد، اگر نه که خب لینک رو از سایت میگذاریم تا دوستان علاقه‌مند ملاحظه بکنن. حالا این رو اشاره فرمودید و دوستمون هم پرسیدن در باب عنوان که صدای من چند ثانیه اینا مفهوم شد. اون مقاله چون ناظر به خود پرسشتون که شما طرح کردید، اون مقاله 8 از کتاب آبی دریای بیکران رو که فکر کنم فایل پی دی افش رو شما گذاشتید در گروه، درسته؟ بله. اون مقاله 8 هم چون خب مقالات زیاده، دوستان که نمیرسن همش رو در این فاصله بخوانن، اگر بخواهند برای بحثمون آمادگی بیشتری باشه و من هم از ملاحظات عزیزان استفاده بیشتری کنم، اون مقاله 8 رو هم خوبه که ببینند. یعنی سالک مدرن و مواجهه با امر متعالی. بله درست. بسیار خوب، ممنون از شما. همین بود هودی خانم ملاحظتون؟ نکته دیگه هم هست بفرمایید. نه آقای دکتر همین بود، متشکرم، ممنون. بسیار خوب، همگی متشکرم آقای دکتر. سلامت باشید خسته نباشید. سلامت باشید، به خدا